سلام، به کانال با هم بدونیم خوش اومدین. اینجا جاییه که هر دفعه یه چیز جدید یاد میگیریم. حالا امروز میخوایم یه چیز خیلی عجیب رو با هم بررسی کنیم. تا حالا فکر کردین اگه یه روز زمین یهو تصمیم بگیره بی خیال من دیگه نمیچرخم چه اتفاقی میفته؟ الان که ما داریم راه میریم، میشینیم، حتی وقتی میخوابیم، در واقع داریم با سرعت وحشتناک 1670 کیلومتر در ساعت دور زمین میچرخیم. یعنی سریعتر از یک هواپیمای جت. ولی چون همه چیز با هم میچرخه اصلا حسش نمیکنیم. حالا تصور کن زمین یهو وایسه، نه کم کم، یهو چی میشه؟ اول از هممون با همون سرعت قبلی یعنی 1670 کیلومتر پرت میشیم به جلو. ماشین‌ها، درخت‌ها، ساختمونا، حتی دریاها. یه چیزی شبیه یک تصادف خیلی بزرگ ولی در مقیاس کل زمین. بادهایی به وجود میاد که سرعتشون از هر طوفانی که تو تاریخ دیدیم بیشتره. میتونه شهرها رو با خاک یکسان کنه. دریاها هم آروم نمیمونن. آب اقیانوس‌ها به سمت خط استوا هجوم میارن و سیل‌هایی درست میشه که واقعا قابل تصور نیست. از اینجا به بعد تازه داستان وحشتناکتر میشه، چون وقتی زمین نچرخه دیگه شب و روز معمولی نداریم. نصف زمین همیشه روزه، نصف دیگه همیشه شب. فکرشو بکن یه طرف زمین همیشه زیر آفتاب بسوزه، انقدر گرم که حتی زنده موندن سخت بشه، طرف دیگه هم همیشه تو تاریکی و یخبندان مطلق. سیستم‌های طبیعی زمین مثل بادها، آب و هوا، فصلها همه به هم میریزن و زندگی خیلی از موجودات کلاً تغییر میکنه. اما قبل از اینکه بیشتر بترسید یه خبر خوب دارم براتون. دانشمندان میگن این اتفاق تقریباً غیر ممکنه که یهو بیفته، چون نیرویی که لازم داره اونقدر بزرگه که قابل تصور نیست. پس خیالتون راحت، زمین فعلا حالش خوبه، داره مثل همیشه آروم و منظم دور خودش میچرخه و ما هم داریم راحت زندگیمونو میکنیم. حالا نوبت شماست. اگه یه روز زمین واقعا میستاد، به نظرتون اولین کاری که میکردین چی بود؟ تو کامنت ها برام بنویسین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنین و سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار.